مردک؟ کار میرم کار میرم و زنک جان علی بای میگم علی شرایط خانی خودمون خوبه بخی ها؟ شکرانه خدا مردک جان شکرانه خدا این حولی را بینیم این خانه و در را بینیم حولی داریم این ماشینی پیش داریم این دو نقطه سودا داریم یعنی همه طرف شرایطمون خوبه مردک شکرانه خدا هزار رحمت شما مردک هزار رحمت این 2 ساله روزگاره تامین کردگی من که نتونه جان مردک بیه همیشه هم یه فکر در سرم اومد میره نمیدونم آخی مردک ما یه اویله او آیا دیگر سیر و اسرار نباید داشته باشیم او بگیم بگو ما هرچی که شما بگیم قبول مردک جان شد میگم زنک جان این همی حاضر همه شرایطمون همه خیلی خوبه شرایط ما همه خیلی خوب شده همه قدرتی دارم که 2 تا زنکه بخرونم و بپوشونم چه خیلی آخی اینا شرایط شما همه طرفا بوده که زنک شکرانه خدا انا با همه خیلی 1 تا زنکی دیگه قدرتی دارم که بخرونم و بپوشونم زور بهترین اولی جناب مردک جان او یک کاری خیره کو هو مردک من پگه خودش میرم خانی اوچم من میارم قطعی ما زندگی میکنم